هموطنان عزیز، طی 10 سال آخر یعنی در دوره تطبیق دو برنامه میان مولتی رشد کشور که مرحله های فاصلوی اجرای استراتژی ملی رشد تا سال 2030 را در بر میگیرند، به خاطر رسیدن به هدفهای استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی بسیار اقدامات مهم و ثمربخش عملی کرده شدند. یعنی پیام بیشتر در تحلیل همین 10 ساله می رود که کدام برنامه و کدام چاره‌بینی های حکومت و دولت عملی کرده شدند و چگونه. در نتیجه حجم مجموعی محصولات داخلی 3.4 برابر زیاد گردیده، اقتصاد ملی ما هر سال به حساب میانه 7.6% افزایش یافت. برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری بیش از 670 میلیارد سومانی از جمله 159 میلیارد سومانی سرمایه خارجی روانه گردید. در این دوره مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی 2.7 برابر افزایش یافته، از 6,000 سومانی سال 2015 به 16,400 سومانی در سال 2025 رسانیده شد. اهالی کشور از 8.5 میلیون نفر سال 2015 به 10.7 میلیون نفر در سال 2025 رسید، یعنی 26% زیاد گردیده. نشان دهنده دراز عمری اهالی از 70 به 77 سال رسید.